تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی. حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتم خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار 23. منظرشاه در پشت قلعه در ساحل 5 مستغرقی چنین اندیشه های جالب آفتاب نهال بالای رود را تماشا کرده آهسته آهسته قدم میزد. پوستین خرسی، کله‌پوش دلخفکی و پیخهای درونشان پر از پشم سرمای شدید را به بدنش راه نمیدادند. غرچ غروچی برف زیر پا نهایت خوش آهنگ به گوش می رسید. پیش او دو سگ شکاری دستپرورد خودش گاهی بازیکنان به هم در افتاده و گاهی از پی بوی به جانب دویده خرسندانه حرکت می کردند. تقریباً 50 قدم دورتر از پسش کمانها سر کتف یک تا قدم پرتافته صحبت کنان کمانگیر و لخمن می آمدند. پس از پیمودن دشتک لخت که جای مشق نوکران بود جنگل انبوه سر می شد. بوته و درختان گوناگون برف پوش آن هیکل‌های هرخیله سفید را می موندند. تنها شاخساران آخر بید و تیرک‌های بالا بلند برف نداشتند. شمال دیما هرچند سوست باشد هم مجال است به افشاندن آنها می رسید. در این جنگل که قد ساحل راست رودخانه به درازای چند فرسنگ دامن پهن کرده است، همه گونه جانور وحشی خاص طبیعت روشان از زرگوش سر کرده تا شاه بلند زندگی می کند. در این فصل حتی گله آهوان قله پیما را هم دچار آمدن ممکن است. در فرازها گل و گیاه زیر برف یخ زده می ماند. علاج یگانه فرامدن به همواری های پرغذاست. برای همین از قدیم این موضع شکارگاه شاهان روشان بوده ممنوعگاه به شمار می آمد. منظرشاه چون هر بهادر خونگرم شکار را بسیار دوست می داشت. در زمان سگبانی هشم شکارچی به همتای دربار بود و حالا هم که به منصب نایب قایم مقام روشان رسیده است پیشتازی خود را در بین اهل این کسب از دست نداده است. چون هر شکارچی کسبی دلبسته باز و سگ بود، بخصوص سگبازی و سگتازی را سخت دوست می داشت. پس از برگشتن بر روشان وقتهای آخر به کاردبازی اشتیاق کلان پیدا کرده است. بیگاه هر روز در یک کنج اسبتاز قلعه همراه زرین، کمانگیر و لخمن کارد می بازند. در مقابل منظرشاه فقط لخمن جوان و تهمتن استادگری کرده می توانست. وی بازی را با اوج شدت می رساند و در آخرین دقیقه بای می داد. ولی منظرشاه حس می کرد که بای دادن لخمن تنها به خاطر نگاه داشتن احترام بزرگسالی و حاکمی اوست. به مرز جنگل هنوز نرسیده بناخواست هر دو سگ گوش به قمار استادند. این علامت آن بود که آنها یا بوی صید گرفتند یا انیق آن را دیدند. منظرشاه قلف کمانش را سوار کرد و با قدم‌های نرم از سگ‌ها پیش گذشته به پیراهه میان دو رده انگت‌ها داخل شد. رده دراز رویه را گذشت و در جایش تقی ایستاد. تخمیناً به دوری 100 قدم 10-15 سربوز شاخه های خوچ را لرزانده و تکانده به اشتها می خاییدند. در این صبح بیشمال نخچیران گرسنه حتی پی هم نبردند که ماهرترین شکارچی سرزمین کله
پاسبان بز آنها را به نشان گرفته است. تا بز میل کمان جانبش راست شده را دید که تیر پیشانیش را شکافت و از بالای تخت سنگ به داخل بتزاران سرنگونش ساخت. سگها جانب سید دویدند. صدای تیر را شنیده کمانگیر و لخمن هم دوان آمدند. سید مبارک میر، خطاب کرد کمانگیر. از کجا میدانی که رسید یا نه؟ کمان را سر کتف آویخته گلپرسی کرد منظرشاه. دست شکر زخمه داشتنت را کی نمیداند میر؟ یک تیر یک جاندار. به جای کمانگیر جواب داد لخمن و کارد از غلاف کشید و با شوق و شادی به سوی انگدزار دوید. دیدی نیت پاک باشد رزق به پای خودش می آید، گفت منظرشاهی از برار شکارش خرسند و به شوخی گذشت. برای مدح و ثنای خدا و رسول گوشت را خود فرشتگان فرستادند. نگو، خندید کمانگیر. سر یک گوسفند زرین در امان ماند. پگاه نوبت شکار است و به قوت گوشت صیدت شب می شنویم. به جان و دل از دوست یک اشارت از ما به سر دویدند. آنها گپزنان به سر نخچیر رسیدند. لخمن جانور را ذبح کرده به سفید کردن پایهایش مشغول شد. منظرشاه و کمانگیر هم دست به یاری زدند. نزدیک شام اهل ادب و مذهب و اعیان و اکابر در مهمانخانه کلان قلعه وامر جمع آمدند. شاهدوران آوازدار سوار اسب تحفه کرده یوسف علی خان از همه آخر به حولی درآمد و پیشوازش خود منظرشاه برآمده آغوشش گرفت و ندا داد. بلبل روشان زمین این شب زمستان را بر ما گلستان میکنی. برای مردان من، برای زنان بجاد ما. رباب و دفش را به دست منظرشاه داده گفت سازنده سال خورده. آره، زنان کارداران دربار را هم دعوت کرده ایم. لیکن آیا کمانگیر راضی است که خواهرش سرود بخواند؟ شادوران با ستیز ساخته آواز بلند کرد. این چلیمدارت را گپ زن که به کار من دخالت نکند. پدر بیجاد ماه من هستم، نه کمانگیر. من دخترم را برای آن موسیقی یاد ندادم که زیر بینی خودش قمقم کند. وی آدم معرکه هست، میدونی؟ معرکه. البته جایی که پدر حکم فرماید از دست برادر چی آید؟ به آهنگ سخن موسفید هم نوا شد منظرشاه. رفتیم درون. تا دخترم را نبینم از جایم قدم مو نمی جنبم. چاشتگاه خودم به خانه اش رفته تاکید کردم. گفتم برای حرم منظرشاه خدمت میکنی. برای حرم من؟ منظرشاه اول چین بر جبین زد، بعد هزل بازی شاهدوران به خاطرش رسید و خندید. مشراطه، به شوخی و شوراندازی نفس کشیدن نمیتوانی. با دو کسی دیگر بگویی در تمام ولایت بدنام میشوم. اندوال، شاه و میر که شدی، خواهی نخواهی فکر مردم درباره چنین است. اگر حرم و لااقل 10 زن نداشته باشی احترامت نمیکنند. این گپت جان دارد. خانهای ما زن را به حیوان بی زبان تبدیل دادند. اما من در سنت و کش خود باقی میمانم. خدا همین یک زن و کودکانم را به من بچرباند، دیگر تمام زنان را مادر و خواهر و دختر خواندم. این اثنا بیجاد ما هم در حلقه چند زن و دختر رسید. وی در تن کمزول پومنی مثل برف سبسفید آستین و گریبانش ترکدوزی، در پا پیخهای بلند نقشدار، در سر کیشی جگری رنگ کشمیری. از زنان جدا شد و راست به نزد آنها آمد، دستانشان را بوسید و آفتاب نهال مبارک گویان سر به سینه پدرخواندش گذاشت. شاهدوران از پیشانیش بوسید و سرش را در کنار گرفت. به تو هم مبارک شود دختر جان، گفت منظرشاه. اگر بزممان را گرم کنی ما هم دلت را به مژده گرم کرده می توانیم. البته امک جان، به دعای هر دوی شما بزرگواران گرم می کنیم، گفت دختر و شرم داشت بپرسد که میر به او چه مژده‌ای دارد. زن منظرشاه به بیانار پرنگار همراه چند خدمتگار برآمد و هر یک زن را با بوسه و آغوش پیشواز گرفت. آنها از التفات بانوی اول ملک روح گرفته و حولی قلعه را از خنده و صدای پرنشاط خود پر نموده از پس او به مهمانخانه رفتند. وقتی زنان حولی را خالی نمودند، شاهدوران پرسید: به بیجاد ماه من یگان گپی خوش داری یا شوخی کردی؟ نه، جدی میگویم موسفید، به دخترتان خواستگار برآمده است. از شنیدن این سخن دل شاهدوران لحظه غلیان کرد و چیزی در گلویش پیچید. خواستگار؟ زبانش تکر زد و صدایش دو پوسته برآمد.
کی بوده است او؟ رفتیم هوای خنک جای گفتگو نیست، گفت منظرشاه و بازو به بازوی موسفید در آورد و جانب در قدم گذاشتند. دستاموز خودم نامش سپینیار، تو رو میشناسی بجود ما هم. البته میشناسم پهلوان، لیکن آیا دختر راضی میشده باشد؟ برای چه راضی نشود؟ این خیلی شهسوار را از روشان تا شغلان در روز سفید با چراغ نمیابیم. گپت راست، لیکن دل مادر به پسر، دل پسر به دلبر. گفتگی بر این بیجاده ماه در انتظار یک جوان مرد چندین بخچه را پس گردانده است. آن جوان کی بوده است و در کجاست؟ نامش دارابشاه، دوستی کمانگیر، همراه خیر محمد ومدی از محبس محبت خان گریخته طرف درواز غیب زدند. رفتگی و مردگی یک گفتند موسفید. با امید وید شود به شوهر میماند. سپینیار کمانگیر را زبان زده است. اکنون نوبت تو رسیده است. دخترت از گپت نمیگشتگی است. من بعد مجلس مژده‌ام را به او میرسانم. پگاه من و زرین به خانه‌تان خواستگار میآییم. خودت میآیی؟ شاه دوران از حیرت در جایش ایستاد. وای جوان به تو کی میشود؟ حساب کن که دادر من است. یک بچه شوژندی است. پدرش مردگی، مادرش به شغلان شوی کرده رفته است. این خیل باشد سله را به گردن آویختن لازم میآید. گفت شاه دوران به میر ملک نیگو و قندت زن. تمام هنرت را به کار بر اندوال پیر. خداوند از هیچ درگاه مرا ناامید نگردانده است. آنها به مهمانخانه در آمدند. کوچبندی خانه اسحاق. بعد از آن که لشکری قطغن شغنان را ترک کرد، یوسف علی خان امر داد که نوکر تنها از حساب مردم شغنان گرفته شود. این هنگام شاه بدخشان جهاندارشاه پشت و پناه شغنان افسری قطغنی ها را در قندوز و تخار نگون ساخته درفش خود را بر مرزهای شمالی افغانستان برافراشته بود. محبت خان قطغن ها را برای حمایه جان و مال خودش نگه می داشت، زیرا به صداقت شغنی ها اعتماد نمی ورزید. لشکر جهاندارشاه هم در فیض‌آباد اساساً اقوام ترک و مغول بودند. آنهایی که در گیرودارهای جهاندارشاه علیه قطغنیه برخی تسلیم شده بودند، بهره از بس که جنگاور کسبی بودند و از دستشان کار دیگری نمی آمد، بعداً به خاطر تأمین معاش به سپاه غالب بدخشان پیوستند. از سرحد درواز سر کرده تا تغرمه چین همه قلمرو شغلان به شمار می آمد و یوسف علی خان نیز چون شاهان قبلی از این سرزمین ها خراج می ستاند. با شنیدن خبر فرار جهاندارشاه و آوازه تقسیم شدن سرحد به پوستین شاه شغلان کیک در آمد و فکر می کرد که جهاندارشاه کمش 5 سال دیگر فرمان فرمایی می کند و او در این مدت لشکری به هر گونه ضربه تاب‌آور را تشکیل داده از حساب کندن جواهرات و تولید آهن، نقره و طلا پایه اقتصاد دولتش را چنان مستحکم می نماید که در هیچ زمان شغنان به آن دستیاب نشده است. ولی در سال دوم حاکمیتش حادثه های رخ دادند که شاه به هیچ وجه چشمدارشان نبود. انسان می خواهد که چرخ فلک به کام او گردد، نقشه می کشد، تلاش می ورزد، برای به مراد رسیدن دست به خوبی و زشتی می زند، اما گردان نظام و ریجه خود را داشته است. این نظام و این ریجه، این قانون و این قاعده را نه شاه دیگر کرده می تواند نه گدا. وقتی به جانب تاب خورد، پیش راهش را نه کسی گرفته می تواند و نه چیزی. در این لحظه نه زاری مظلومان کار می دهد، نه زوری ظالمان، نه زر دنیاداران. زیرا همین مظلومان امکان دادند که آن ظالم به سرشان بلا شود و همین ناداران شرایط به وجود آوردند که آن دارا به حقشان صاحب گردد. زور از زوریش منتدار است. ساده نباشد زیرک زندگیش را سامان داده نمیتواند و این چرخ بزرگ مظلوم و ظالم، دارا و نادار را
یک لخت زیر کرده می ساود و می گذرد. آنقدر شست و سرعت دارد که بعد از گذشتنش از کوه آسمانبوس شاید غبارک به اندازه گرد گل باقی بماند، چی رسد به آدم که یک قطره خون دارد و مشت استخوان. آمد شدنی ما و تو در دنیا چیست؟ آمد مگس پدید و ناپیدا شد. این بار چرخ گردون سمت حرکتش را هنگام دیگر کرد که یوسف علی خان بر تاج شاهی خود غره بود و میرزا عزیز از فراوانی نیرو در پوست تنک خیش نمی غنجید. آنقدر قوه داشت که گمان میکرد وقتی قدم میگذارد زمین در زیر پایش میلرزد. بدنی ورزیده اش شخپاره را میماند که هیکل تراش پرهنر آن را با الهام سرشار از محبت و دوستداری آفریده است. موشکان سینه و کتف، دست و بازو، وران و زانو آنقدر دمیده و رسیده بودند که هر یکی در جای خود با تن تهم او بازی می‌کردند. مناسبت غمخوارانه شاه به وی قرب و منزلتش را در بین اهل دربار بلندتر برد. خانه و درش آباد، باغ و زمینش حاصلخیز، خدمتگاران 4 فصل سال در خواجگیش در جنب و جل. به هر جای می رفت دلش پر بود که مادری عزیزش به مددگار نیست. شاه نه تنها به میرزا عزیز پول و مال و یاری و دستگیری اش را دریغ نمی داشت، گلپاچای سپهسالار و افسران دیگر نیز از همین گونه امتیازها برخوردار بودند. چیزی که در رفتار یوسف علی خان به میرزا عزیز تماما نمی‌فارید، بی‌رحمی او نسبت به مجرمان و آنهایی بود که به این یا آن وسیله زیر شبهه و گمان شاه می‌افتیدند. عیناً چون محبت خان، یوسف علی خان نیز به مردمی که در زمان حکمرانی برادرش جاه و جلال داشتند کینه‌توز ماند. به مجرد نشستنش بر تخت چند نفر را قتل کرد و اکثر را جزاهای گوناگون داد، اما دلش باز هم آرام نگرفت. اگر میرزا عزیز به چشم سرش ناله و فریاد جگرگداز رد ملک شونده ها را نمیدید درد بخیر بود. اما بعد از آن که شاه او را برای نظارت از بالای کار نوکرانی که امر کوچبند را انجام میدادند و دیهه ها می فرستادگی شد، در دل او روز تا روز شک و شبهه نسبت به با عدالتانه بودن این کار بیشتر و بیشتر می گشت. وجدان هنوز چون آینه صاف و بیغبار جوان وی را عذاب می دادگی شد. خواجک و ابوذر را نابودشان به خود می اندیشید میرزا عزیز. آنها هر دو پلید بودند و عوارگشتنشان از شغنان بالکل پاداش سزاوار، حتی سبک بود. حکم در دست من می شد هر دو را زنده به زنده سرکلپا بدار آویخته تا مردنشان انگشتنمای مردم می کردم که برای دیگران عبرت شود. آن دو روسیای خبیث با خبرکشیشان مردم عادی را می فروختند، ولی اینهایی که حالا به سرشان تعرض داریم بغیر از آن که یوسف علی خان در شغلان زیستنش را نمی خواهد گناه دیگری ندارند. آیا شاه حق دارد که بدون اثبات گناهشان آدمان را موافق طبع خود مجازات فرماید؟ آیا دستور وجود دارد که دستش را از صادر نمودن حکم ناعادلانه باز دارد؟ 2 روز پیش میرزا عزیز در معرکه کوچبندی خانواده اسحاق اشتراک کرد و سینه‌اش تاس خون شد. اهل خانواده سابق آقسخال بهشار بار می‌بستند و خون می‌گریستند. زنش زاره می‌کرد که لااقل اجرای حکم را تا جان گرفتن آفتاب موقوف گذارند که در این فصل ایاس و یخبندان به غن نرسیده هلاک می‌شوند. اما کی جرأت دارد که گپ شاه را دوتا کند؟ میرزا عزیز تا انجام یافتن بند و بار کالا و اشیا تفنگ در دست کرخ ایستاده فکر میکرد که جزای اسحاق را خداوند خودش داد و در غریبی جانش را قبض کرد. زن و فرزندانش چه بدی کردند که یوسف علی خان در زمستان سرد و پربرف آنها را به کام اجل یقین تیره میدهد؟ این اثنا اسب بادو سوار جوانمرد و در کنجغه‌اش زن به شست آمد و راست در نزد میرزا عزیز ایستاد.
سوار خود را به زمین پرتافت و در زمان به گریبان میرزا عزیز چنگ انداخت و زور آورد که به زمینش غلطاند. میرزا عزیز بندی دستی از گریبانش گرفته را چنان فشرد که جوانمرد از شدت درد واه گفته در جایش نشست. این اثنا زن خود را از اسب راست به سر میرزا عزیز پرتافت و گلویش را دو دسته محکم قبیده بوغی کردن گرفت. میرزا عزیز دست بالا برد که زن را از سر دوشش برگیرد. این دم جوانمرد فرصت پیدا کرده برخاست و با کله‌اش به شکم او زد. میرزا عزیز بالای یخ لغزید و موازنت گم کرد و پشتناکی به زمین پربرف غلتید. زن در برابرش افتاد، ولی چون روده پای محکم نشسته نه تنها از گردنش جدا نگشت بلکه خفه کردنش را همانو دوام داد. جوان بالای سینه‌اش برآمد و نیز پلنگاسا دست به گلوی میرزا عزیز زد. میرزا عزیز به یک دست بازوی جوان، به دست دیگر آرنج زن را به چنگ آورد و در پنجه های فولادیش چنان فشرد که دل هر دویشان ضعف کرد و هوش باختند. سپس از جا بلند شد و آنها به مثل جوال خالی پهلوی هم نقش زمین گشتند. دو نوکر همراهان میرزا عزیز و زن و بچه های آقسقال اسحاق رفت و درفت را که قریب به صدا انجام یافت دیده به سر افتادگان آمدند. شرافت بیگم آنها را شناخت و آه و فغانش به فلک دکه زد. ای به انصاف، تو اینها را کشتی. حیف نام بلند جهانگیر بر تو که خلق را خانه ویران میکنی و بیچارگان را میکشی. الهی ارواح پدر و بابایانت تو را بزند. دل میرزا عزیز گنده شد. بار اول در عمرش دعای بد مادر مشتیپری را در حق خود میشنید. ذوق زن برق رگ جانش چنان تأثیر کرد که از میان تا به بن گردنش مرغک دوید و از رخساره تا بناگوشش لوث سوخت. خواست نزد مادر به زانو افتد و عذر پرسد، اما اندیشید که این عمل به شأنش نمیزیبد. حرفی نزد و یک کف برف گرفته بر روی هوش باختگان مالید. اول جوان زن سپس جوان مرد چشم گشاد، ولی از جا خیستن نمیتوانستند. به اشاره میرزا عزیز نوکران آنها را کشاله کرده به خانه درآوردند. بعد از آن که شرافت بیگم به آنها آب نوشان، هوششان تماما به سر آمد و زبانشان گشاد. شما خبرگیری آمدید؟ پرسید شرافت بیگم. ها خاله جان، جواب داد جوان مرد. شنیدیم که بار و بناتون را بستند، به یاری آمدیم. خاله، این جوانی دلیر کیست؟ حیران شده پرسید میرزا عزیز. شرافت تیغکشان جانب میرزا عزیز پیساند و جواب داد. برای تو چه فرق دارد که کیست؟ چی کارش میکنی؟ برای آن که به حمایه من خیست وی هم باید از ملک عوار شود. پرسیدن عیب نیست گفتند خاله. گفت صلح‌جویانه میرزا عزیز. راستش آدم بسیار بناموس بوده است. برای تو اینقدر مقابلت نشان داد. آفرین. جوان برخاست و گفت از راستی میگویی یا مسخره میکنی؟ صدقا میگویم اندوار. هر کسی چنین دل و گرده ندارد. آهنگ گفتار میرزا عزیز جوان را مطمئن ساخت که گپش صمیمی است. من سبز قدم از سری چشمه این جبر ناگفتنی را شنیده برای نجات خاله ام آمدم. این ولعمت کیست؟ زنم از تحمیف. التماس از خاله ام دست نگه دارید. این کمپیری یک پایش به لب گور رسیدگی به مملکت چه خطر داشته میتواند؟ شوهرش آقسخال اسحاق به گپ محبت خان در آمده 100 نفر شغنی را در فیض‌آباد فروخت. یوسف علی خان امر داد که اولاد این گونه خائنان از شغنان رانده شود. آن گپ در کجا بوده است؟ سبز قدم آتش گرفت. مگر خدا رحمتی اسحاق به این کار زشت از پیش خودش دست زد؟ آیا غریب کردن آن 100 نفر امر شاه شغنان نبود؟ آیا تو حالا به امر دل خودت خاله ام را همراه فرزندانش کوچ میبندی؟ نه، فردا حکومت عوض گردد و از گریبان زنت گیرند که برای گناه شوهرت تو را رد ملک میکنیم. آیا از روی انصاف و مسلمانی است؟ همراهی امک اسحاق من و انا این دختر بودیم. به طرف زنش اشاره کرد. جوان چون هیزم تر در گرفته چه عذاب کشیدنش را او میدانست و ما میدانیم خدا. تو فکر میکنی که در فیض‌آباد بندیان را اسحاق فروخت؟ نه برادر، وی آنان را در شغنی سرای آزاد کرد، اما یوسف علی خان درک یافته خودش فروخت. انا همین مردکی که امروز تو را به سر بیوطن کردن ایال اسحاق بیگناه فرست.
شرافت بانو که دو دست به میان نطق شولور سبز قدم را گوش کرده سر می جنبان، با یک حرکت تون کف به دهن سبز قدم گذاشت و بانگ زد: تو چی گفتنت را فکر کرده ایستادی یا سری بی بلایت می خورد؟ سبز قدم ناعلاج سکوت ورزید. گپی آخرین او همه را مشوش ساخت. چشم همه، هم نوکران هم جوردیدگان، به میرزا عزیز دوخته شد. سخنان جوانمرد دلش را تکان دادند، اما وی آرامی را از دست نداده لحظه پیشانی بلندش را مالید و گفت: من یاد ندارم که خاله شرافت تو بر این جیان داشته باشد. سبز قدم دهان جفت کرده بود که شرافت بانو فرصت نداد. این جیان پسر است برایم. اسحاق در همان غریبی جرأت کرده سور این جوان و زنش را گذرانده هر دو را گریزاند که به وطن برگردند. چراغ شوهرم را همینها روشن کردند. بغضی دل زن کفید و دامن گریه را سر داد. دل میرزا عزیز گنده شد، سر پایین افکند و به هوای تازه برآمد. سردی شمال آمیز بر رویش زد و هوشش را روشن ساخت. گپ این خیل باشد رفتار ما از کافر هم ناانصافتر است، اندیشید جوان. نام نیکم بد، آبروی اولادم به خاک سیاه برابر می شود. در چنین وضع چه باید کرد میرزا عزیز نمیدانست. حکم شاه را اجرا نکردن به خیانت علنی برابر است. میرزا عزیز برای به یک قرار آمدن سر به جیب اندیشه فرو برد و به نزد اسب سبز قدم رفت که چشم به راه صاحبش سر راه می ایستاد. جانور شخص بیگانه را دید و دو سه بار سر افشان و آرام گرفت. اسب به قوت بزکشی از دل گذران میرزا عزیز. از رفت و درفتش معلوم که صاحبش چاوانداز خوب است، اما چی باید کرد؟ این دم از پسش صدای مهین دختر شنیده شد: کی جان یک طرف بیست، اسب را برم. میرزا عزیز قفا برگشته دختر نازک اندامی از سردی هوا رویش چون تنوری بعد علاو صبح سرخ را دید و با دو چشم شلاین به چهرهش خیره گشت. میگویم راه اسب را خالی کن که برم و جوش بدهم. میرزا عزیز از چشمان کلان پرافسون دختر به زور چشم کند و پرسید: تو دختری کی میشوی؟ دختر کسی که کوچش را میبندی. آوازه پهلوانیت در آسمان و زورت فقط به بیوگان میرسیده است. از این طعنه روی راست خون جوان به سرش زد، اما سیر بای نداد. نامت چیست؟ من نامم را به هر نامرد نمیگویم. دختر با چشمان شوله‌بار زیبای به هراسش به میرزا عزیز نفرت آلود نگاه کرد و افزود: ره کوشا، به نامم چیکار داری؟ من تو رو میگیرم. چخیل میگیری؟ به گپی جوان سرفهم نرفت دختر و در چشمانش سایه حیرت حلقه زد. همین خیر و مثل دیگران زن میکنم. این جواب گستاخانه دختر را به شور آورد. ناخودآگاه خم شده یک پنجه برف یخزده گرفت و راست به پیشانی میرزا عزیز زد. جوان را حتی میژه‌اش خم نخورد. غندال دیگری هم بزن. خشم دختر به جوش آمد و پی در هم چند غندال را به سر و رویش زد. میرزا عزیز را کردار او خوش آمد و قیق راست خندید. دختر دید که از برزنیش سوده نیست، مثل پلنگ با چنگال و ناخون به جوان در افتاد. به ناموس خودفروش عراض زد و گم شو از نظرم که یا خود را میکشم یا تو را. داد و فریاد دختر را شنیده همه از خانه دودوان به نزد آنها آمدند. تو به دخترم دست دراز کردی؟ پهلوانی سر دیگاش بانگ زد شرافت بانو. آتشکاب را بیارید که سرش را میده میده کنم. میرزا عزیز هر دو دست دختر را به یک دستش قبیده آرامانه گفت: ای به من نه خاله، خودش به من هجوم کرد. دخترم جنگره نیست، از دهنت یگان حقارت برآمده است، سرد او را. میرزا عزیز دست دختر را سر داد و گفت: دخترت گپ خوب را از بد فرق نکند، گناه من چه؟ تو هم گپ خوب زده میتوانی؟ مرا تمام گپایم خوبند. به دخترت گفتم که تو را به زنی میگیرم، برف کوچه‌تان را به سرم ترمه کرد. همین گپ چه بدی دارد خاله؟ با شنیدن این سخن همه کرخت و مات شدند. شرافت خاله اول خواست به جنگ برخیزد، ولی سیمای جدی میرزا عزیز را دیده از رایش گشت. حالا نوکران بار و بنه بسته را کشاده جا و جا میکنند. من خانه میروم. 2 روز پس در همین ساعت و زمان آخان و تهایم خواستگاری میآیند. دختر چنین رنگ گرفتن حادثه را دیده از شرم شال افتیده‌اش را چنگ زده به سر گرفت و وی شرمندگی گویان جانب خانه تاخت.
حتی نامش را نگفته گریخته با شکرخند از پس دختر ندا داد میرزا عزیز و دست شرافت خاله چون هیکل قیزه را گرفته 3 بار بوسید و سخنش را دوام داد. تو هم نگویی هیچ گپ نه، روز نکاح خلیفه میگوید. وی سر در پیش انداخت و راست به جانب اسبش که به درخت سر کوچه بسته بود راه گرفت. بندش را خلاص کرد و چابک بر روی زین جهید و به قفایش نگاه نکرده جانور را ریزه چهارپا دوام. انجام گفتار 23. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدالله جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.